26م سنت از سنت های فراموش شده، قرائت آیت الکرسی دبر کل صلات. خواندن آیت کرسی هست بعد از هر نماز. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: من قرأ آیت الکرسی، کسی که آیت الکرسی را بخوانه دبر کل صلات، بعد از هر نماز مکتوب فرض، لم یمنعه من دخول الجنة، این مانع از داخل شدن جنت چیز نمیشه الا ان یموت، مگر این که ای بمیرد. یعنی دروازه های جنت برازی چی میکنه؟ باز میکنه. در صحیح الجامع 6464 حدیث است.